با خانوادت چه چیزی از همه برات مهمتره؟ بی احترامی کردن. آها، بی احترامی قطعاً، کردن. آره. دنیایی بدون فضای مجازی، دنیایی بدون اینترنت از نظر تو چه شکلیه؟ از نظر من قشنگ‌تره. از وقتی که بازیگر شدی رفیق قدیمیاتو همه رو ول کردی و جدیدا رو گرفتی دیگه، آره؟ جدیدا؟ یعنی منظورم اینه که دیگه معروف شدی دیگه با رفیقات دیگه خیلی رفت آمد اینا نمی‌کنی دیگه. نه. نمیخورن به کلاست. چرا؟ نه این چه حرفیه؟ میخورن؟ کلاس نداره آدم اصلا. همه توی سطحن. فرق آدمه دیگه. نه خب چی پس باعث فرق آدما میشه؟ هیچ چیز. واقعا آدم متفکر، عمیق و جنتلمنیه این آقا. بله. خدا. و نشون از یه چیز داره. چی؟ نشون از یه پدر و مادر درجه یک و یک تربیت حامی، باسواد و آدم حسابی داره.